سلام دوست گلم. سوالی که مطرحه اینه که با 2 تا ایراد بزرگ ماینر که صدا زیاد و گرما زیاد اونه چیکار کنیم؟ امروز من اینجام که یک راه حل پیشنهادی بهتون بدم. با من همراه باشید. دوستای گلم، ماینرها 2 تا ایراد بزرگ دارن. یکی صدای زیادشونه و یکی گرما زیادشونه. چون موقعی که به برق وصلن و دارن عمل استخراج واسه شما انجام میدن، دمای اونا به بالای 40 درجه 50 درجه و یا حتی بالاتر میرسه و فنهایی که در اون استفاده شده صدای زیادی داره. خیلیاتون میپرسید ما میخوایم تو خونه سرمایه گذاری کنیم و شروع به استخراج کنیم، با این صدا و گرما زیادش چیکار کنیم؟ راه حلی که من به شما پیشنهاد میدم استفاده از سایلنت باکسه. یک باکسیه که تعبیه شده برای دستگاه‌های ماینر و برای تمامی دستگاه ها نیست، برای یک سری از دستگاه ماینر تعبیه شده که شما با قرار دادن دستگاهتون داخل اون هم از گرما زیادش جلوگیری میکنید هم از صدا زیادش. برای تهیه این سایلنت باکس ها به دایرکت مراجعه کنید و سفارش بدید. مرسی از اینکه با ما همراه هستید.